سلام بچه‌ها، خوش اومدید. ویدیو لایک کن، چسب کن. آقا با پسر دایی من آشنا شد. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. اسم من محمده و از الان دیگه من آرمین ویدیومونو با هم میسازیم و من آرمین میخوایم که فری ویدیوش بسازیم و بچه‌ها بریم سراغ ویدیو. داشتم حرفی نداریم. خب بچه‌ها ما اومدیم. خب یه بار بتری چیزی بزنیم. بچه‌ها این پسر دایی هم خب بچه‌ها تازه اکانت گرفته. حالا بگو آقا محمد دیگه. بچه‌ها بگید آقا محمد. بچه‌ها این تازه اکانتش گرفته. اگه میخواید تازه بریم این اکانتش ازش بخریم، داخل کامنت بنویس اکانت. بچه‌ها حد بزنید. آقا محمد این اکانت رو چقدر خریدید؟ اکانتمو بله. من اکانتمو گرفتم 800 تومن بود یا 1,500,000. 1,500,000 پول این اکانت بود. آره 1,500,000 بود. اما این اکانتو بچه من 1,500,000 خریدم، اما الان خیلی گرون میخرنش. قیمت نپرسیدم اما بعضی ها میگفتن 3,500,000 این اکانتو میخریم. 3 تون صبور هم داریم ما. بعد بچه ببینید بچه آقا محمد بریم سراغ بازی دیگه. برگه من میخوام بفروشم به داشتمین، حالا که چون که رفیقمه میخوام بفروشم 800. بچه 1,000,000 دیگه. بچه دیگه 1,000,000 1,000,000 ازش میخرم. نه دیگه 800 تومن دیگه. بچه با 800 تومن میخرم. بچه آقا محمد ایشون است، آبی رنگ. منم که بچه اگه یادتون باشه یه پسره بود خیلی لطیف بازی میکرد. اگه ویدیوشو ندیدید حتما برید ببینید. آره اسمش بچه اسمشو نمیدونستم. داشتم میخواست اون اکانت بگیره، گفتم بیا از من بگیر. آره بچه این اکانت هم میخوام با اون تاق بزنم. اکانتم با آقا محمد میخوام تاق بزنم. این اکانت رو تازه یکم هم میخوام بهش پول بدم. چون که بچه اکانتش یه ذره ضعیفه. داشتم بچه الان من 10 سال روی این اکانت دارم با سپیده میدم، اصلا چیزی نمیگیرم. اوه بچه اینمی بزنم. آقا من پیستول خیلی بد اوضاعش خرابه. اوه داشتم بیا کمک. فقط الان میخوام بدوم. من گیر یکی دیگه شدم. منم گیر یکی افتادم بابا بدون خون. اوه آقا محمد ببینم شما چه میکنید. منم که زدم. اوه آقا محمد شما هم زدن که. داشتم ببینید اگر بچه ها ویدیو لایک نکردن به خاطر ما رو زدن، اگر لایک کنند این بچه ناموسن انقدر خسیس نباشید، لایک کنید جلو مادرتون. دیگه بچه ها خسیس نیستن. بچه یاد کنید لایک کنید، حتما ما رو لایک کنید. بچه تو کامنت ها حتما بنویسید. بچه ها ببینید خسیس بازی زن نیاد مثلا بگه ای ویدیو ببینم لایک نکنم. که اون چیزی بود ویدیو داشتم گذاشته بود، همون ویدیو دومش گذاشته بود. بچه ها اون خود داشتم بود یه دونه هدشات زد. کدوم آقا محمد؟ همون ویدیو اولیه گذاشته بودی توی یوتیوب. آره بچه اون خودم هدشات زدم واقعا. دومیه بود بچه. آره بچه اون واقعا من هدشات رو خیلی حال کردم. با یه پسر دیگه رفتم کاستوم بچه. خب بعدا هدشات خورد از من. واقعا بچه خیلی حال کردم. گفتم به بچه هم نشون بدم. چه زد؟ 90 زیاد خیلی ساتش اینه من خفن نبود. بچه اگه ندید حتما برید. بچه استیکرهای تعجب هم دیده بودیم و دمتون گرم. اون استیکر قلب گذاشته بود، هر کی گذاشته بود دمش گرم و ما هم همیشه این کامنت ها رو میریم بخونیم. من خیلی خوشحال شدم اونو دیدم گذاشته بودید، خیلی خوشحال شدم. بچه حتما که ویدیو لایک میکنیم. من داشتم انقدر که خوشحال میشیم میگیم بریم بچه از بس که ما خوشحال میشیم شما لایک میکنید ویدیو، میخوایم بریم براتون یه ویدیو هستش، میخوایم بریم بندیت. آقا محمد میشه این دستتو به من بدی؟ هم گانی که دست نمیشه به من بدی من برم؟ گانی که دستمه؟ بله الان میدم بهت. بردار. دمت گرم ناموسم. مرام رفت. بچه این اسنایپر رو خیلی بچه من که فقط با کلتام بریم یه جوری بزنیمش. او بچه نه بچه اصلا ویدیو خوب نمیشه. بچه نمیدونم چرا اصلا. بچه چند وقته که اصلا رو اکانت پلین ندادم، خودتون میدونید چرا. دمت گرم. آقا محمد داری
بچه این فرین آقا محمد. برو آقا محمد، برو که تو میتونی ها، با همین یه دونه کارو در میاری. بچه من دارم میرم بعد پنجره بپرم اینو بزنم. این کیه؟ اوه بچه یه آدمی یه هدشاتش هم کنیم. بچه هدشات هم نمیشه. اوه آقا محمد اشکال نداره. بچه پینگ هم میبینید دیگه خیلی خیته. بازی یک شد. و بچه الان بچه الان ما کنار هم نشستیم. بچه الان گوشیامون رو عوض کردیم. آره اونی که الان من بازی میکنم الان منم. نگاه کن الان من میپرم و منم. نگاه الان لباس سفیدم پوشیدم. بچه ببینیم بچه اکانتشون به نظر عوض کنم. اکانت یه چیز میشه یال دوره و میخوام در اکانت خودم بفروشم. بچه من میخوام یه اکانت دیگه بگیرم. بچه خیلی گرون قیمت بود یا من که اصلا باورم نمیشد. و اوه بچه اصلا این باور نکردنیه. داشتم بودو داره میدوی. داشتم 100 تا نمی از اونجا. بچه ممنون نکن تا این ویدیو نه بچه بریم این تاشو بریم دیگه. بچه واقعا خیلی ناراحت کننده است. من بچه اینترنتم رفت و بذارید با همین پلی بدیم بچه ها. بچه اصلا به این اکانت میخوره 10 سال به این اکانت پلی داد. واقعا نمیارزه. من داشتم گفتم این اکانت که داری اصلا نمیارزه. بچه یاروی ما رو نگاه کنید. اما اون بنفشه خیلی خوب باز میکنه. بنفشه شماره 4 اول. نه 1 2 3 4 دیگه. بنفشه این آقا محمد. اما شماره 4 دیگه. این شماره 4 آقا محمد. اینو ببینید چه رنگه. اینو ببینید این صورتی ماننده. این بنفشه دوم ماشاءالله. یه لایک بدیم بچه ما به این لایک میدیم. شما هم تو کامنت ها برای لایک بدید. شما یه لایک دادیم بچه بهش و وای بچه وای بچه زدنش. خب آقا محمد الان است که برگرد آقا. بچه من اینترنت هم رفت و الان دارد باشم باز میکنه. و بچه به نظر شما بچه پیج GTA خیلی پیشرفت کرده، پیج مایکرافت خیلی پیشرفت کرده یا پیج فری فایر؟ بچه من آربین که فری فایر زیادتر بیشتر دوستش داریم و خیلی هم بهش چیزیم. اما هر کی که هر کدوم دوست داره GTA دوست داره یا مایکرافت دوست داره یا فری فایر حتما توی کامنت بنویسید و هر کی GTA دوست داره یه قلب قرمز بذاره و هر کی که فری فایر دوست داره یه قلب آبی بذاره و هر کی هم که مایکرافت دوست داره یه قلب سبز بذاره. آره بچه آقا محمد بازیتون اومد و البته باختید شما. بچه آقا محمد اومد و ما هیچ که نزدیم و این خیلی بده. بچه من میدونم بچه ها اگر ویدیو لایک کنن دیگه بچه ها اصلا ما خودمونم شما دیگه میزنید. بچه ها حتما برید از این بچه ها از این چیزایی هستن که بچه اگه دوست دارید چیمدی براتون باز کنم داخل کامنت نویسید چیمدی. داخل کامنت نویسید چیمدی دیگه. بچه ها
بچه کیمدی بیشتر توی ویدیو جی تی آی توی کانال جی تی آی یا همون. بچه ادیتور لطفاً کانال رو بیار. خب دمت گرم. خودتون دمتون گرم تا ویدیو همراه بودید. لایک کنید، سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی بدرود عشقا. بچه خدافظ و بدرود عشقا. خدافظ، ویدیو لایک کنید. خدافظ.